در ادامه روند بازسازی و پروژه های عمرانی از سوی ریاست شاروالی ولایت غزنی، این ریاست از آغاز کار یک پروژه دیگر در مربوطات ناحیه اول این ولایت خبر می دهد. مسئولان این ریاست می گویند که کار این پروژه ها با هزینه بیش از 3 میلیون افغانی به طول بیش از 4 کیلومتر از ساحه موی مبارک الی مقابل مکتب سید احمد مکیی رسما امروز آغاز گردید. دا پروژه خو تاسو ته معلومه ده چې یوه مهمه او اساسي پروژه ده چې د پیاده رو پروژه ده. د موږ تاسو قدرمن ولسونه، ځوانان، سپین ږیري، زنانه د دغه پیاده رو سره ډېر په تکلیف ول چې پیاده رو نه و جوړ، پیاده رو کې مشکلات ول. د ښاروالۍ ریاست بیدار د انجینري ټیم وتوانېدو الحمدلله چې د زومې په تېرېدلو سره د دغې پروژې ټول هغه تخنیکي مراحل په ښه شفاف ډول باندې مخته یوسي او خلاص یې کړي. انشالله از لحاظ کیفیت ما تا واسه توان کوشش داریم که بهترین کار شود، چون زمینه کارم برای تعداد از مردم ما داریم 120 نفر 130 نفر انشالله در اینجا شامل کار میشن. از سوی هم باشندگان غزنی آغاز کار این پروژه را یک گام مهم عنوان کرده و میگویند که این اقدام میتواند باعث کاهش ازدحام و همچنان ایجاد سهولت در رفت آمد آبرین گردد. پیاده رو که جور شده و موترها مازاد مره، پیاده رو مازاد جور میشه، نفر، سیاست، سیاریش، پیچه سفید کلگی برادر دواسوده میشه و آرام میشه. ما خیلی خوشبین هستیم. واقعا امروز جای خیلی خوشحالی است که شاهد افتتاح یک پروژه حیاتی دیگری هستیم که هیچ پیاده روی سرک ما نداشته و امروز الحمدلله با زحمات شاروال سیب غزنی امروز پیاده رو افتتاح میشه و ان شاءالله یک پیاده روی خاصی که مشکلات مردم مرفوع میشه سرزو. قابل ذکر است ریاست شاروالی غزنی طی چند روز گذشته چندین پروژه سرکسازی و جغل اندازی را در گوشه و کنار این ولایت آغاز کرده است که تکمیل این پروژه ها می تواند نقش اساسی در کاهش ازدحام و رویدادهای ترافیکی در این ولایت داشته باشد.